با نام یاد خدای بزرگ. دوستان عزیز، همراهان گرامی، سلام. خیلی خیلی خوش آمد عرض میکنم خدمت شما دوست عزیزی که امروز شنونده صدای من هستی. ما قراره که در خدمت شما دوستان باشیم در آموزش کامل طراحی سایت، یعنی خیالتون راحت. قراره هر نوع سایتی رو اینجا بهتون آموزش بدیم که شما بتونید به راحتی با زیباترین شکل ممکن، بهترین امکانات و تخصصی ترین حالت ممکن طراحیش بکنید. اصلا فکر نکنید که این دوره کوتاهیه، نه، به شدت دوره زیاد طولانی و پرنکته‌ای هست. شما باید حتما این دوره رو یکی دو بار مشاهده بکنید. خیلی جلسات بالایی خواهد داشت. بالاخره چیزای گرون از نظر قیمتی نه، چیزای با ارزش زحمت زیاد میخواد دیگه. شما انتظار نداشته باشید که مثلا یه روز اینجا بشینید و چند تا ویدیو ببینید بتونید طراح سایت حرفه‌ای بشید، درآمد عالی داشته باشید. نه، این ویدیو، این دوره آموزشی، من اسمشو گذاشتم تور کامل آموزش طراحی سایت. عزیزای من، توی این دوره آموزشی قراره که به شما آموزش بدم سایت های فوق‌العاده‌ای رو طراحی بکنید، طوری که هیچ موقع تصورش هم نمی‌کردید چقدر این دنیای اینترنت، دنیای طراحی سایت، دنیای اپلیکیشن، حتی اپلیکیشن هم من بهتون میگم چطوری بسازید توی این دوره، و سایت های شرکتی، سایت های فروشگاهی، سایت های خبری مجله‌ای، سایت های آموزشی، همه اینا رو در واقع شما به طور کلی یاد میگیرین تو این دوره که چیکار بکنید. اما عزیزای من خودم رو معرفی بکنم. مهدی جبینپور هستم. در حال حاضر در واقع اواخر دوره دکترا در خارج از کشور رو میگذرونم و این دوره‌ای هم که شما میبینید دوره‌ای هستش که بارها ضبط شده. منظورم از بارها ضبط شده اینه که خب توی 10 سال گذشته من چندین بار دوره رو از اول ضبط کردم و این جدیدترین دوره با جدیدترین متدی هستش که شما الان در واقع فرصت اینو دارید که ببینید و من فرصت اینو دارم که خدمتگزار شما باشم. دوستای گلم، توی این دوره آموزشی مهدی جبینپور قراره که شما رو به یه متخصص تبدیل بکنه و من این اطمینان رو بهتون میدم که توی این دوره آموزشی این اتفاق خواهد افتاد. منتها بهتون بگم که اصلا فکر نکنید که در واقع جلسات کمه، نه، جلسات خیلی زیاده و خیلی نکات رو میگیم، علیرغم اینکه نکات تخصصی و فنی رو خدمت شما دوستان گل ارائه خواهیم کرد، نکاتی در مورد تجارت و بیزینس هم بیان میکنیم، چون ما در حال حاضر تجربه ناچیزی داریم تو بحث تجارت الکترونیک. در واقع یک هولدینگی رو ما در حال حاضر همراهی میکنیم. بنده هم حالا فرصت اینو دارم که رهبری این هولدینگ رو در اختیار داشته باشم با 10-12 تا کسب و کار بسیار بزرگ و نزدیک به 100 نفر هم نیروی همکار به صورت حضوری و غیر حضوری در واقع تو مجموعه های ما فعالیت دارن. ساختار اساسی و پایه شرکت ما توی استان یزده. ما یزدی هستیم دوستان عزیز. یزدی ها به شدت مهربانند و انشالله که شما هم تجربه خوبی رو در تعاملتون با یزدی های عزیز داشته باشید. ما خدمتگزار تمام فرزندان این مرز و بوم کشور ایران هستیم و این دوره آموزشی که شما دارید ملاحظه میکنید دوره آموزشی هستش که من با افتخار ضبطش میکنم، با افتخار به این که خدمتگزار شما خدمتتون عرض بکنم. اما بریم سراغ این که رفیق بشیم توی این دوره طولانی. مدت‌ها قراره که با هم دیگه کار کنیم، مدت‌ها قراره کنار هم باشیم. صدای من معمولا الان دانشجوهای در واقع قدیمم حدوداً 50-60 هزار، بیشتر فکر می‌کنم 100 هزار، آره ما دیگه 100 هزار تا دانشجو تا حالا داشتیم توی دوره ها. این 100 هزار تا دانشجو همه معمولا میگن که آقا ما پدر مادرمون هم صدای شما رو میشنون، عوض تو خونه داریم ویدیوهای شما رو نگاه میکنیم. به طور کلی دوستان عزیز، خیالتون راحت، بسپارید کار رو دست من، آموزشتون رو بسپارید دست من. این درس باید پاس بشه دوستان. این درس دوره طراحی سایت، متخصص شدن شما و به درآمد رسیدن شما باید پاس بشه دوستان. پاس هم نکنید ما این درس رو پاس میکنیم به هر شکلی باشه. و
نکته ای که بهتون اول همین ویدیو بگم، دوستان دقت کنید. من یک کانال تلگرامی دارم، یک کانال تلگرامی که آیدیش مهدی جوینه، تو اینستاگرام هم همینه پیجم. حتما لحظات این ویدیو رو متوقف کنید، کانال تلگرام من رو که لینکش هم سعی میکنم زیر همین ویدیو براتون بذارم در واقع دنبال کنید. صفحه اینستاگرام من هم فالو بکنید. من دوستان عزیز خیلی مزاحم وقت شما توی شبکه‌های اجتماعی نمیشم، منتها موضوعی که هست اینه که ما خیلی کارهای حمایتی انجام میدیم. دوستان شما میتونید مثلا فرض بکنید خیلی زمانهای زیادی ما مثلا فروش اقساطی کامپیوتر میذاریم، کامپیوترهای بسیار قیمت مناسب بدون پیش پرداخت، یعنی شما اصلا نیازی به پول دادن ندارید. تو همین آیدی تلگرام من یا صفحه اینستاگرام من اعلام میشه، ولی سعی بکنید که حتما دنبال بکنید چون خیلی مهمه. آموزش‌های جدید رو من اونجا اطلاع رسانی میکنم دوستای گلم و همه چیز. پس این وسط این پایین کنار اسمم آیدی رو بزنید، همین الان ویدیو رو متوقف کنید، به خاطر خودتون نخواستین بعداً فالو کنید، هر موقع خواستین نخواستین هم دنبال نکنید دوستان. و هر شکل ما خدمتگزار شما این و به دردتون میخوره دوستان. اما تو این سفر بسیار جذاب، توی این نقشه گنج ما با هم هستیم به سمت اینکه انشالله بتونیم این کار رو به ثمر برسونیم. دوستان عزیزم، اولین نکته‌ای که ممکنه شما در واقع تو ذهنتون بیاد اینه که طراحی سایتی که تو جوین پور داری آموزش میدی چقدر پول توشه. باید خدمتتون عرض بکنم دوستان عزیز، اگر از اون حالتهای پانزی و این کتابای نمیدونم در یک روز میلیاردر شوید و فلان و فلان و فلان و اینا بگذریم، واقع بین باشیم، میتونه کسب و کار اینترنتی میتونه خیلی خیلی پول توش باشه. و باید خدمتتون عرض بکنم که تقریبا همه کسانی که این دوره آموزشی رو میبینن به نظر من 99% به درآمد میرسن. چرا؟ چون شما این دوره رو که ببینی هر جای ایران، من بهت قول میدم ما توی این 10-15 سالی که توی حوزه وب کار کردیم، الان تقریبا همه کسایی که وبسایت دارن و وب کار میکنن اسم منو میشناسن، یعنی جوین پور رو میشناسن، چون خیلی وقته که من دیگه پیر روزگار آموزش طراحی سایت و در واقع ریش سفید طراحی سایت و مدرسین طراحی سایت منم الان و دیگه به حضورتون عرض کنم نوبت جواناست. ولی اینم بهتون بگم که این که میگم ریش سفید، سن و سال من خیلی زیاد نیست. در حال حاضر قراره که شمع 29 سالگی رو بزنم وسط کیک امسالمون انشالله و خدمتتون عرض بکنم که ولی خب مدت خیلی زیادی که من این حوزه رو تدریس میکنم. در آینده اگه خواستین رزومه بسازید دوستان، همه کسانی که قرار رزومه شما رو بخونن، شما اگر که چون دوره ای که دوستان من دارم تدریس میکنم فقط مسائل فنی نی، گفتم من به شدت مسائل کاری، روحیه تیمی، روش زندگی درست رو به شما اینجا هرچی فهمیدم، هرچی مطالعه کردم بهتون یاد میدم توی این دوره. یعنی خیالتون راحت که مفصل شما رو تبدیل به یه بیزینسمن میکنیم. ولی هر جا رزومه ساختین بنویسید دوره وردپرس مهدی جوین پور. اون کسی که رزومتون رو میخونه متوجه میشه که شما چی یاد گرفتین، چقدر نکات ریزی رو یاد گرفتین و مطمئن باشید که حتما فرصت مصاحبه و استخدام رو به شما خواهد داد. من این اطمینان رو قلبا بهتون میدم. حالا شما متوجه خواهید شد در ادامه دوره که تبدیل به چه فرد باحالی میشین. دوستان به هر شکل شما به درآمد میرسید. شما ممکنه سایت خودتون یا استارتاپ خودتون رو بسازید با آموزشی که من بهتون میدم. ممکنه بزنید تو خط طراحی سایت که خیلی از بچه‌ها پولدار شدن برای کسب و کارهای دیگه. این همه مغازه و کسب و کار و فست فود و رستوران و تولیدی و کارخونه و اینا، بریم براشون سایت بزنید. شما میتونید تو شرکت ها به راحتی استخدام بشید به عنوان دیجیتال مارکتر، طراح سایت، سئو کار و خیلی چیزهای دیگه. دوستان سئو و اپلیکیشن ساختن و امنیت و طراحی سایت فروشگاهی و شرکت، همه اینا رو من تو همین دوره بهتون یاد میدم، راهتون میندازم. خیالتون راحت، شما بسپارین دست من. تو زمینه آموزش طراحی سایت میتونید فعالیت کنید عزیزای دل من. به صورت فریلنسر هم میتونید بشید، چه تو سایت های ایرانی چه تو سایت های خارجی، به صورت
درآمد دلاری، حتی میتونید فریلنسر بشید و با قدرت به درآمد برسید. عزیزای من، به حضورتون عرض بکنم که اولین سوالی که تو ذهنتون میاد، خیلیاتون اعتماد به نفستون یک کوچولو پایین اومده، اینه که این دوره به درد من میخوره؟ اصلا من برم طراحی سایت یاد بگیرم یا نه؟ دوستان، این دوره رو من جوری ضبط کردم خدا وکیلی هیچ ربطی نه به سنتون داره، نه به رشته‌تون داره، نه به سابقه کارتون داره، نه به اینکه کارمند کجا هستین داره، نه به اینکه نمیدونم خانه دارین یا شاغلین داره، نه به اینکه دانشجو هستین، رشته‌تون، محدودیت سن. دوستان، ما در واقع شما کانال تلگرام یا اینستاگرام منو دنبال کنید میبینید تعداد دانشجوهای ما به حدی زیاده. دوستان، من 12 ساله دانشجوم بوده تا 60 ساله، حتی 70 ساله دوستان عزیزایی بودن که علاقه داشتن. دوستان، سن یه عدده عزیزان، و اون کسی که من واقعا خاک پای اونی هم که تو سنین بالاتر اینقدر انگیزه و انرژی داره اومده آموزش‌های ما رو میبینه. واقعا دمت گرم اونی که در واقع این کار رو انجام بدی، اینقدر جوان باشی، یعنی روح جوان باشه، دمت گرم. آقا، هیچ محدودیتی پذیرا نیست. بهونه درست نکن تو ذهنت. یعنی این دوره آموزشی تو رو به درآمد میرسونه دوست عزیز من. فردا صبح به درآمد نرسیدی، بدون یک مشکلاتی هست که خلاصه باید بری حلش کنی. حالا یا انگیزه نداشتی، یا تا جلسه 30 رفتی ولش کردی، یا ادامه ندادی، یا حوصله نداشتی، یا نمیدونم فلان و فلان و فلان و از این حرفا. خب پس حواست جمع باشه. یک مسیر بسیار پرپیچ و خم خواهیم داشت دوستان توی این دوره. انقدر مباحث زیاده، حتما این مباحث رو 2-3 بار ببینید. یعنی این دوره رو 2-3 بار ببینید. تحقیقات نشون داده تویی که داری این ویدیو رو میبینی الان، بعد از 3-4 روز، بعد از یه هفته، فقط 10-20% مطالب تو ذهنت میمونه، اونم مطالب عمومی و کلی. وقتی این دوره رو دوباره ببینی، تازه اون جزئیات فوت و فن کوزه‌گری رو میفهمی. یه جاهایی هست که من میگم مثلا لینک رو به این صورت بذارید، تو اگه بری به شکلی که خودت خواستی بذاری کار نمیکنه، فردا گیر میفتی، هی اعصابت به هم میریزه. ولی دوستان، من تجربه 10 سال، بیش از 10 سال طراحی سازی، یعنی واقعا خسته شدم تو حوزه نرم افزار، این تو بهتون بگم. انقدر که من زحمت کشیدم توی این حوزه. همه ی نکاتی که میگم دوستان یک رازیه برای موفقیت خودت. بنابراین این دوره رو سعی کن چند باری ببینی. این تو نشه حالا این بالاخره داری صدای ما رو گوش میکنی، این نشه که مثلا قدیمی بشه برات صدای ما، فکر کنی حالا یه بار دیدی. فیلم سینمایی نیست این یک دوره آموزشی تخصصیه. خب اما چی به دست میاری با این دیدن این دوره؟ آقا، شما طراحی سایت رو با جدیدترین متد ممکن، اصلا دنبال هیچی دیگه نرو، خیالت راحت، بسپارش به من، با جدیدترین و جذابترین متد روز دنیا طراحی سایت رو یاد میگیری از من. این دوره بدون کد نویسی، یعنی شما نیاز به کد نویسی نداری، به راحتی با در واقع رابط کاربری میتونی طراحی سایت انجام بدی. به روش‌های مختلف به درآمد خواهی رسید، اینو بهت قول میدم. اعتماد به نفست عالی میشه، چون تو در واقع به اندازه یه دکترا علم یاد میگیری تو این دوره کامل. حتما استخدام خواهی شد یه جایی. کارآفرینی اگه انجام بدی که دیگه دمت گرم، به مملکتت خدمت کردی، به خانوادت خدمت کردی. و بهتون اطمینان میدم پس از این دوره تفکرتون نسبت به شغل، نسبت به درآمد و نسبت به پولدار شدن هم حتی، خب همه چیز تغییر خواهد کرد. بریم سراغ اسلاید بعدی. آیا آموزش کافیه که موفق بشیم؟ بعضیا میگن آقا ما آموزش شما رو ببینیم فلان میشه، فلان اتفاق میفته. آقا ببین، آموزش یک سرنگی نیست که ما تزریق کنیم به بعضی افراد که مثلا فرض کنید یه ماده‌ای بره تو تنشون تغییر کنن. نه، آموزش به قدری، این آموزش که خیالتون راحت، به قدری کامله، به قدری من روی این مباحث ساعت‌ها وقت گذاشتم که یه جوری آموزش بدم که شما یاد بگیرین، نشده که مثلا بدون در واقع برنامه باشه. ساعت‌ها دوستان، من واقعا بعضی وقتا 5 صبح 4 صبح وقت گذاشتم که این دوره آموزشی رو ضبطش کنم. و باید در نظر داشته باشید که حتما تمرین و تلاش و
در واقع ممارست شما که شما رو به متخصص تبدیل میکنه. شما باید انقدر با این ابزارها کار کنید تا این دفعه هر پروژه‌ای بهتون درخواست شد بتونید پیاده سازیش کنید. گفتم این دوره یک بار کم دیدنش و باید بدونید که از قدیم یه جمله‌ای هست میگه کار نیکو کردن از پر کردن است. یعنی اگه شما مثلا میبینی شاطر نونوا انقدر دقیق و جذاب تق 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 نونا رو میزنه به تنور، باید بدونی که از بس این کار رو انجام داده انقدر حرفه‌ای شده. تو هم باید انقدر این کارا رو انجام بدی تا طراح سایت حرفه‌ای بشی و همینجور درآمد عالی داشته باشی. و نکته آخر، خوب دقت کن. هیچکی نمیتونه تو این حوزه طراحی سایت به تو کمک کنه. بعضیا میان به من دایرکت میدن میگن آقا ما سوالی داشتیم میتونیم از تو بپرسیم. من آخه با 100 نفر پرسنل و این همه کار و اداری و شرکت و نمیدونم خانواده چطور میتونم به هزاران صدها هزار دانشجو بیام در واقع رفع اشکال بکنم؟ آقا هیچ کی به شما کمک نمیتونه بکنه جز خودت. خیلی مسائل هست. ببین تو طراحی سایت سه مدل مسائل حل میشه. یک، یا اینکه همون لحظه شما راه پیدا میکنی، یا وقتی میخوابی یه راه پیدا میکنی چون انقدر ذهن درگیرش میشه تو خوابم راه حل پیدا میکنی، یا اینکه باید زمان بگذره تا حل شه. یه وقتی هست که به مشکل میخوری ناامید نشو، یه روز دو روز یه ماه دو ماه یه سال اون مسئله به خوبی حل خواهد شد. پس هیچ کی نمیتونه بهت کمک کنه، انتظار کمک نداشته باش. آیا با دیدن این دوره همه چیز رو یاد میگیرم؟ آیا نیاز به خرید دوره‌های چند میلیونی هست؟ دوستان ببینید این دوره رو که من دارم چند میلیون، این دوره رو که رایگان گذاشتم. ولی این دوره رو که رایگان گذاشتم شما فکر نکن که حالا مثلا به خاطر اینکه رایگانه یه چیزی کم من یاد دادم. من دوستان انقدر دیدگاه دریافت کردم، انقدر کامنت اومده برام، انقدر پیام برام اومده. مردم میان فوش میدن به مدرسا و میگن که آقا این یه درصد از چیزایی که تو دوره رایگانت گفتی اونجا نبود. ما رفتیم 10 میلیون 20 میلیون هزینه کردیم، یه نکته از یه ویدیو رو ما یاد نگرفتیم. در حالی که این دوره آموزشی رایگان دوستان خیالتون راحت، من دیگه اینو با جرئت بهتون میگم، همه چی رو شما یاد میگیرید و بدونید که در واقع حالا به مدرسین عزیز بر نخوره. من نمیدونم مدرسا چی یاد دادن، ولی خب فیدبک ها نشون داده که نیاز خیلی به دوره دیگه ای نخواهید داشت و بگیریدم باز به این دوره نخواهد رسید. خیالتون راحت، من اینو تضمین میکنم. حالا دیگه تجربه کن، تست کنید دیگه. این دوره آموزشی تا کی ادامه پیدا میکنه دوستان؟ این دوره آموزشی همیشه ادامه پیدا میکنه، چون هر نکته‌ای بیاد که من لازم بدونم به شما بگم میام ویدیو اضافه میکنم انتهای دوره. شما بالاخره این دوره رو که کامل دیدین هی بیان چک کنید، چند روز یه بار چک کنید ببینید چجوریه. و البته کانال تلگرام و اینستاگرام منو دنبال کنید. گفتم آیدیش مهدی جبینه، اونجا من اطلاع رسانی میکنم یه دوره جدیدی اگه بیاد. ولی این دوره همیشه به روز میشه، خیالتون راحت. چقدر به نیاز به هزینه داریم دوستان؟ این دوره رایگان ضبط شده به خاطر اینه که من عاشق جوانای ایرانی ام، عاشق کشورم هستم و انقدر من شما رو دوست دارم که یعنی همین الان که دارم این نکته رو بیان میکنم مثلا خودم هم متحول میشم، اینطور بهتون میگم. و انقدر جذابه وقتی این دوره رو جوونا یاد گرفتن اومدن به من کامنت زدن آقا دمت گرم، یاد گرفتیم، به درآمد رسیدیم، خرج زندگیمون رو دادیم، نمیدونم مشکل داشتیم، تنها بودیم، پدر مادرمون اذیت شدن، بیماری داشتیم، همه اینا رو تونستیم اوکی بکنیم. انقدر به من خوش میگذره، من خدا رو شکر الحمدلله از نظر ثروت مالی انقدر خداوند به ما لطف کرده که دیگه پول الان نمیتونه کاری برای ما بکنه، دیگه فایده ای نداره. ما الان کاری که به دردمون میخوره اینه که همراه داشته باشیم، رفیق داشته باشیم، یعنی در واقع بتونیم یه کاری انجام بدیم برای مردممون. پس باید خدمتتون عرض بکنم که شما عملا این دوره که رایگانه، ولی یه سری ابزارها هست. شما اگه الان بری خیاطی هم یاد بگیری باید یه چرخ خیاطی و سوزن و نخ و اینا بخری. یه سری ابزارها هست قیمتی نداره دوستان، قیمتش در حد یه پیتزا خریدنه و شما میتونی با خرید اونا کارتو راه بندازی، دورت بگردم الهی. نیاز به هزینه هم نیست، اعتماد به نفست خراب نکن. من خودم یه روزی
در واقع لپتاپ هم نداشتم، یه کامپیوتر هم نداشتم که بخوام طراحی سایت بکنم. با بدبختی میرفتم کامپیوتر دوستامو قرض میکردم، یه طراحی سایت انجام میدادم تا آخر تونستم با همین با همین کارا یه لپتاپ برای خودم بخرم دوست عزیز من. بعد تازه جالبه بدونید سالها، من حالا داستانا بعداً بهتون میگم، سالها رفتم بنایی، یعنی واقعا خودمو بیچاره کردم، رفتم بنایی با افتخار کارگری کردم و یه لپتاپ برای خودم خریدم و خلاصه 1 سال داشتم قسط اون لپتاپ رو میدادم. بعد 1 ماه نشد که اون لپتاپ خریده بودم خراب شد، گارانتی هم که تو ایران معنایی نداره. دوباره 1 سالم رفتم قسطا رو دادم، 1 سالم رفتم یه لپتاپ دیگه خریدم. آقا منی که اینجا هستم دیگه خلاصه اند این حرفام. شما هی نیا بگو به من که یعنی بهونه برای خود درست نکن، نمیدونم من فقیرم، من تو روستا هم، من فلانم. هر جای ایران که باشی، تو روستا، تو دور افتاده ترین روستا، در واقع پدر مادر نداشته باشی، پدر مادر جدا شده باشن، نمیدونم مشکل جسمی داشته باشی، معلول باشی، هر چی میخوای باش، هیچ ربطی به موفقیتت نداره اگر تو مرد عمل باشی، اگر تلاش کنی به موفقیت برسی. و خیالت راحت، طراحی سایت میتونه بهت کمک کنه. نیازی هم نیست خودتو زور بزنی بری تهرون بدبخت کنی، بیچاره کنی، آواره کنی. نه، همون روستایی که هستی تو همین آموزشو به اجرا ببند. اگه باهوش باشی، اگه توانایی داشته باشی، اگر فکر داشته باشی، مطمئن باش که میتونی درآمد 5 تا آدمی که تو تهران کار میکنن رو تو همون روستا برای خود. بعضی وقتا من کلیده رو اشتباه فشار میدم، یه لحظه ویدیوم قطع میشه، ولی داشتم میگفتم که درآمد 5 تا آدمی که تو تهران دارن کار میکنن و تو میتونی تو همون روستا داشته باشی. این اینتر رو نباید بزنم دیگه، این ویدیو متوقف میشه. خب نکته دیگه ای که ممکنه این طرف اون طرف بشنوی اینه که میگن آقا وردپرس یاد بگیریم یا برنامه نویسی. دوستان عزیز، وردپرس رو کامل شما یاد بگیرید، اصلا قابل مقایسه نیست. در واقع اینطور بهتون بگم، خیلی ها هستن که در واقع میگن آقا برو مثلا وردپرس یه ابزار آماده است، برو برنامه نویسی یاد بگیر. وردپرس که اول آماده نیست، یعنی شما اولا فکر نکن وردپرس رو نصب کنی یه سایت برات میاد بالا، این اتفاقا نمیفته. ولی بدون که همین وردپرس در واقع امروز شده این BMW که ما الان داریم اینجا ازش سواری میگیریم، همین وردپرس باعثش شده. پس فکر نکن این حرفایی که میزنن این حرفا روی ببخشید گیر و گورای مغزیه که میگن، یا مثلا طرف رفته مثلا سالها زحمت کشیده یه زبان برنامه‌نویسی یاد گرفته، حالا میاد وردپرس رو خراب میکنه، میگه آقا وردپرس به درد نمیخوره. و دیگه خودتون بفهمید، حالا ممکنه که دیگه خودتون متوجه داستان هستین. البته دقت کن، این به این معنا نیست که برنامه نویسی بده، نه. سایت هایی هم هست که با وردپرس نمیشه ساخت، مثلا سایتی مثل اسنپ رو شما نمیتونی با وردپرس بسازی، باید بری برنامه نویسی بکنی. قربون همه برنامه نویسا من برم، خیلی ارادت دارم خدمتشون، ولی برنامه نویسای عزیز وردپرس رو خراب نکنن. سایتی که با وردپرس میشه ساخت و که خیلی هم الان پوشش داده دیگه، 90% سایت ها رو میشه با وردپرس ساخت. سایتی که با وردپرس میشه ساخت و نگو برن برنامه نویسی کنن، گرفتار نکن مردمو، دمت گرم. ولی برنامه نویسی جای خودشو داره، وردپرس هم با برنامه نویسی ساخته شده و شما وردپرس رو کامل یاد بگیرید. اگه علاقه داشتین بریم برنامه نویسی هم یاد بگیرید در آینده که ما خودمون آموزش میدیم بهتون، خیالتون راحت. در مورد وردپرس هم بعضی مثلا کارفرما ممکنه بیا بگه آقا سایت با وردپرس نمیخوام بسازی، در حالی که اشتباه میکنه. الان هستن کسایی که سایت وردپرسی میسازن با 50 میلیون یا 100 میلیون تومان در واقع تعرفه کارشونه. بنابراین وردپرس کوچیک نیست، شما فقط توضیح بدین دیگران رو از اون حالت گمراهی باز من دوباره این اینتر رو زدم، ای بابا. خب آیا این دوره نیاز به پیش نیاز داره؟ هیچی پیش نیاز نمیخواد، خیالتون راحت. شما تو هر شرایطی هستین این دوره رو میتونید یاد بگیرید. آیا میتونم با موبایلم سایت طراحی کنم؟ نه متاسفانه با موبایل نمیشه، چون که شما در واقع نیاز این ابزارهایی که هست نیاز به یک کامپیوتر دارید. کامپیوتر هم دوستان قیمتی نداره. همین آیدی تلگرام من گفتم، کانال تلگرام من مهدی جبینه، شما سرچ کنید مهدی جبین پور، چه تو اینستاگرام چه توی تلگرام کانال رو دنبال کنید، اونجا میتونید کامپیوتر اقساطی از مجموعه ما بخرید. ما الان به اندازه یک کارخونه کامپیوتر اینجا گذاشته،
اقساط بدون پیش پرداخت هم میتونیم تقدیمتون کنیم. حالا فعلا که خداوند پول داده ما داریم این کار رو انجام میدیم، انشالله که ادامه دار باشه. یه کامپیوتر از ما بخر، حل دیگه، برو کار رو ادامه بده، خیال راحت. ما 2-3 میلیون تومان هم بیشتر نباید در واقع پولشو بدی، نگران نباش، ما این کار رو برات اوکی میکنیم. خب اینم که خرید اقساطی کامپیوتر از شرکت ما. لطفاً بیاین تو این کانال، عکس کانال رو گذاشتم دوستان، انقدر که توی این کانال شما خیر میبینید. در نهایت درخواستی که ازتون دارم، درخواست دیگه که از شما دارم اینه که دوستان، جوانای ما الان یه خورده ناامید شدن، یه خورده اشتباه میکنن و حالا نمیدونم تاثیر چیه روشون، ولی اجازه ندید جوانای اطرافتون افسرده بشن. این بندگان خدا، دوستاتون، خانوما، آقایون، جوونا، دانشجوها، لطفا نذارید افسرده شن. من ازتون خواهش میکنم، واقعا منت بر سر من بذارید، این دوره رایگان رو بهشون معرفی بکنید. هیچ کاری دیگه ای من ازتون توقع ندارم. لطفا این دوره رو به اونا بفرستین. این 4 تا رفیقی که داری، فکر نکن حالا این دوره رو ببینن رقیب تو میشن یا پول در میارن. این دوره رو براشون بفرستین، بذاری یاد بگیرن. لینک صفحه این دوره رو لطفا برای دوستات بفرست، خواهش میکنم ازت این کار رو انجام بده و نذار این جوونا. ما چه سایتایی رو یاد میگیریم دوستان؟ ما بهتون طراحی سایت یه شرکت رو آموزش میدیم. سایت‌های شرکتی خیلی جذابن و حالت معرفی واحدی دارن، تولیدی ان یا هر چیز دیگه ای، و میبینید که در واقع ما این طراحی سایت شرکتی رو بهتون آموزش میدیم. طراحی سایت فروشگاهی رو بهتون یاد میدیم دوستان عزیز، و بهتون میگیم چطور محصول بفروشید، به درگاه اینترنتی وصلش کنید، محصول بذارید، فروش در واقع اتوماتیک و آنلاین انجام بدید. و سایت فروشگاهی هم خیالتون راحت بسپاریدش به من، بهتون یاد میدم. سایت خبری مجله‌ای هم که در واقع به این حالت باشه که شما یه بلاگ داشته باشید، حالا سایت روانشناسی، موفقیت، سایت خبری، نمیدونم فلان، اینم بهتون آموزش خواهیم داد، خیالتون راحت. دوستان عزیزم، من بهتون اطمینان میدم، رفاقتانه، صادقانه، دوستانه، برادرانه، خواهر عزیز من، برادر من، دورتون بگردم الهی. انشالله همیشه سالم باشید. قول بهتون میدم این دوره کاملترین و متفاوتترین دوره آموزشی طول عمرتونه و بهتون قول میدم اگر با من همراه باشید زندگیتون متحول خواهد شد. من 2 تا توقع ازتون دارم در قبال این دوره رایگان که واقعا مدت ها براش زمان گذاشتم، دونه دونه این اسلایدها رو ساختم. حالا شما میبینید توی ویدیوهای بعدی که من مسائل فنی رو یاد میدم چقدر واقعا شب و روز از این زندگی رو گذاشتم این دوره رو ضبط کردم. 2 تا توقع دارم. 1، به عزیزانتون کمک کنید زندگی بهتری داشته باشن. این تنها خواهش من برای یک بار فرصت زندگیه. به عزیزانتون کمک کنید زندگی بهتری داشته باشن. حسادت رو بذارین کنار، بخیل بودن رو بذارین کنار، زرنگ بازی بیش از حد رو بذارین کنار، بی معرفتی رو بذارید کنار، با نهایت توان ببخشید. این یه توقع. توقع دوم هم اینه که در پایان این دوره آموزشی، الان که شروع کردین، 10 تا دونه درخت به زمین هدیه بدید که روش کاشتنشن، یا خودتون برید بکارید یا بذارید استارتاپ ما که در واقع منفعت مالی نداره بکاره. ما یه سایتی ساختیم به نام خاله سرا. خاله سرا در واقع یه روستایی توی گیلان که ما اسمشو گذاشتیم روی این استارتاپ و شما 10 تا دونه درخت در واقع دینی که نسبت به این آموزش دارید اینه که 10 تا درخت توی این دوره سفارش میدید و اجازه بدید که در واقع خاله سرا براتون درخت بکاره. دقت کنید، وقتی درخت میکارید شما میتونید درخت رو به کسی هدیه بدید، مثلا به دوستتون، پارتنرتون، رفیقتون، همسرتون، باباتون، مامانتون، داداشتون. شما اسم اون طرف رو میزنید، ما اونو به صورت یه پلاک در واقع چاپ میکنیم، میزنیم، آویزون میکنیم به درخت. بعد عکسشو براتون میفرستیم، عکس درخت رو جایی که کاشتیم، و در واقع عکس سند درخت رو هم براتون میفرستیم. و ازتون خواهش میکنم که استارتاپ خاله سرا رو به دوستانتون معرفی کنید. تو تولدها یه دونه درخت هدیه بدین. این سند درخت رو توی تولد به آدم‌های فهیم بفرست تو تلگرام. دقت هم بکن، یه هفته قبل شما باید این درخت رو سفارش بدی، یه هفته قبل از تولد.
بعد عکس سند هدیه رو براش بفرست. بهترین کادوی تولد عمر اون طرفه. چرا؟ چون روحش گره میخوره به عمر اون درخت و ما از این درخت محافظت خواهیم کرد تا تنومند بشه و این درخته که برای شما میمونه. بنابراین خواهش میکنم خاله سرا رو معرفی بکنید به عزیزانتون و اجازه بدید که درخت کاشته بشه دوستان عزیز. و من توی خاله سرا تلاش کردم که در واقع حمایت بکنم از کشاورزی. بعد از سالها کار توی نرم افزار، خاله سرا شد در واقع توانایی که من بتونم به طبیعت دامن بزنم و در واقع ما الان توی خاله سرا زنبور پرورش میدیم، زنبوردار هستیم، کندوهای خیلی زیادی داریم، عسل طبیعی داریم با گلهای مختلف. تو سراسر کشور من سرمایه گذاری کردم، عسل خیلی قیمت مناسب رو، البته توانایی تولیدمون کمه ولی تو همین خاله سرا گذاشتیم میتونید در واقع تهیه بکنید، ولی درخت در واقع برای ما منفعت مالی نداره. ما در واقع هزینه‌شو پولشو میدیم کشاورز، پولشو میدیم تهیه کردن نهال، پولشو میدیم برای هزینه نگهداری درخت‌ها. خواهش میکنم که در واقع 10 تا درخت رو به عنوان دینتون توی این دوره در واقع تهیه بکنید و بعد از اینکه این کار انجام دادین ما رو تنها نذارید دوستان. ما غریبیم، شما عزیز منید، هر کدوم از شما رو دوست دارم بشناسم. لطفاً توی در واقع روش‌های مختلف، توی اینستاگرام، توی تلگرام، حالا این کانالی که من هستم عضو باشید، به من پیام بدید، برای من نامه بفرستید دوستان عزیز. و زمانی هم که این 10 تا درخت رو به زمین هدیه کردیم به من در واقع اطلاع بدین که آقا ما دینمون رو ادا کردیم. نه اینکه من واقعا حالا اگر که یه کسی دید واقعا پولتونم نمیکشه، حالا من اصراری ندارم، میگم من پول این 10 تا درخت چیزی نمیشه. پول مثلا هر درختی پول مثلا چی بگم، یه اسنپه که شما از غرب تهران بری شرق تهران 100 تومن 200 تومن پولی نیست که شما یه درخت به زمین هدیه کنی. اونم به زمین هدیه میکنی، به روح خودت و به عزیزانت در واقع هدیه میکنی برای اینکه به کشورت کمک کنی. بنابراین لطفا این درخت‌ها رو که کاشتین وقتی شما بگین من این کار رو انجام دادم، من متوجه میشم که شما در واقع فرد با فرهنگی هستین که در واقع این کمک رو به زمین انجام دادین، نه به من. و پولش تو جیب من نمیره دوستان. من دیگه به اندازه کافی در واقع خداوند بهم داده و الان دیگه دنبال این که بخوام 1 ریال 2 ریال جمع بکنم و این کارو بکنم نیستم. پس به من اطلاع بدید تا رفاقتمون در واقع شروع بشه، چون منتظر پیامتون هستم. خاله سرا دوستان، به دوستانتون معرفی کنید، درخت رو به توی زمانهای تولد، ازدواج، نمیدونم فلان و فلان درخت هدیه بدید. یا اصلا یکی که حالش خوب نیست، مثلا پارتنرتون حالش خوب نیست، یه درخت بخر به اسمش، هدیه کن بهش، بفرست سند هدیه رو وقتی که ما بهت دادیم سند عکس اون درخت رو بفرست براش، یه قول میدم حالش عوض میشه. اما اسلاید بعدی، چماق دانش. این چماق رو میبینید اینجا گذاشتم، یه وقتایی میزنیم تو کله بعضیا که در واقع به آموزش‌های ما دقت نکنن. البته شوخیه ولی خب این چماق میخوره تو کله بعضیا وقتی به آموزش‌های ما دقت نکنن. نکاتی که دوستان توی این دوره، نکاتی که من بارها هی تاکید میکنم، تو سر خودم میزنم، میگم آقا مهمه اونجا شاخکاتون رو تیز کنید، دقت کنید، وگرنه این چماق رو میزنید تو کله اونایی که دقت نکنن. دوستان عزیز، این خدمتگزار شما ازتون خداحافظی میکنه. خیلی دوستتون دارم و خواهش میکنم که این دوره رو با انرژی بیشتری ادامه بدید. بعضی از این ویدیوها رو دوستان من یه موسیقی جذابم ادامه دوره روی پلی بک تند این ویدیوها میذارم، اون موسیقی هم گوش کنید که حالتون خوب بشه و جلسه بعدی رو انشالله استارت بزنیم. یا علی مدد، خدا حافظتون.